جانم نازل شد. آقا رضا یه جوری بذار که نسوزه. سلام ریاکتایمیا، حالتون خوبه؟ احوالتون چطوره؟ نور امید تو دلاتون روشنه؟ من که سهر با یه ویدیوی باحال دیگه اومدم در خدمتتون. با این انگوش لایک کنید، با این انگوش سابسکرایب کنید بدون هیچ معطلی و به خاطر ضیق وقت. لیتس گو. آی دیگه میری آرشگاه آره؟ بسته بودی بابا. بیا اینجا. بابا بسته بودی. کجا رفتم؟ بسته بودی. ما که فقط داریم فون میبینیم. اون که ادیت کرده ها این کامنت ها رو بد جای گذاشته، جلوی بیو ابدی رو گرفته، وگرنه خب بهتر مشخص بود، ولی همین هم خوبه. در نهایت فهمیدین کون گنده داره یا نه؟ من تا 30 سالگی ازدواج نمیکنم. از این خبران نیست خانومم. خب توی کفارات زیر سیبت نمیخوره. صورت پسرو مثل آفتابه له شده. بشین رو خاک قلبم، بیا به مقصد خود، ببین چه پاک قلبم، ببین چه پاک قلبم، بیا که عاشق باشم، قلب شقایق باشم. من فقط اینجور بودم یا شما هم به همون یه تیکه ممه و زول داده بودید؟ همش تو ذهنم این بود که این ممه داره بالاخره یا نه. اگه اون ممه بوده شبیه مادر بزرگمونه که 12 تا بچه شیر داده. اگه نه که چه لباسش صاف نمیکنه خیالمون راحت شه. لحظه همه اینا به کنار، آیفون 16 از ایچ کار میکنه. برام یه رنگی در بیارید که مدیرمون عاشقش بشه. اوکی بریم برای افشین یه رنگ مدرسه پسند در بیاریم. فقط آقا رضا یه جوری بذار که نسوزه. اوکی خیالت راحت میشه. مرسی آقا رضا، با وجود اینکه 7 ساعت طول کشید ولی همونی شد که میخواستم. امیدوارم مدرسه بهم گیر نده. یعنی مدیر مدرسه فقط به رنگ موهات قراره گیر بده؟ چجوری هم رنگ موهات عوض شد و شلوارت هم عوض شد؟ چرا؟ فقط آقا رضا جوری بذار که دوقالو بشم. حالا واکنش مدیر مدرسه خیلی دیدنیه که قرار نیست بهش گیر بده. من در نهایت راحت نشسته رو صندلی مثل که نسوخته. همکنون به شیوهی عالی و معجزه آسا و با سرعتی شتابان موزون و هماهنگ، بچه هر کار میگه بکنی، ثروت، برکت، با سرعتی شتابان به لاکات دارم نگاه میکنم. جهان هستی بر من نازل شد. آمین. دوستت دارم. همینایی که این گفت آمین. نمیدونم بترسم، بخندم، خوشحال باشم، ناراحت باشم، نمیدونم. شما بهم بگین. فقط لاکاش خیلی خوشم اومد. لبخند آخرش خب شبیه زنداین بود. نسل جدیدم هستم دیگه. خفه شما وقتی در نمادی رو میام فرار کنی چون موقع نمیخونید بداهه باید به ترسینت ما چون بداهی میکنیم یه جوری رفتی جمشی داره. نسل 1 و 2 و 3 رو نخوندم چون وقتی من یا باید فرار کنی نمادی ها سلطانه چون میخونم بداهه میخونن گهتر از دیروز حتی گهتر از فرد. عجب چموشیه. یه ذره آرام باش، آرام باش. کنترلش انگار یهو از دست رفت. من از همینم شلوارشو در برده. اول شلوارتو بپوش، ما به عنوان رپر نسل جدید قبولت میکنیم. داره اذان مازندرانی بخونم. خدا گهتره، خدا گهتره، خدا گهتره، خدا گهتره، شهادت دمه که خدای جز خدا دنیه، شهادت دمه که خدای جز خدا دنیه، شهادت دمه که محمد پیامبره، شهادت دمه. عجب چیز خوبیه. وای خیلی بامزه بود. چی نفهمیدیم؟ جانم؟ چه؟ یا ابا عبدالله البلقیس.
ایران داره کجا میره، ما هم همجور داریم باش میریم. چرا صدای لاستیک میدن تو خوشبینانه ترین حالت؟ البته ها، شاید هم گوزی موزی اینا مثلا شلولن ازشون در میره. دنیا داره شبیه خوابام میشه، اصلا اینو دوست ندارم، خیلی قرشمیش باشه. فکر کنم دارم اشتباهش میگم. خب که چی؟ دیروز با 3 تا آقای محترم ما همکاری داشتیم. حسین آقا محمد، آقا امیر عزیز. هیچ کدوم از این 3 تا پول منو ندادن. نه بابا. ازتون خواهش میکنم تا فردا پول منو بیارید، بذارید همجوری مهربون باشم، وگرنه اون روی منو میبینید. کاری نکنم که دیگه تو محلتون سرتون رو بالا نگیرید. تا فردا پول من بیارید وگرنه اون روی من میبینید. خب ببخشین، همکاریتون بابت چی بوده؟ تو که داری اینو به ما میگی باید بگی همکاریتون بابت چی بوده که ما مثلا میخوایم احقاق حق بکنیم باید بدونیم. نه من برای آقا محمد، آقا حسین، آقا جعفر، آقا اکبر اینا همه متاسفم. با چه اینجوری میکنه؟ زنها خیلی گنگه، کچلوار حرمت داره نه لذت اصلا. قرمز شد. خدا فکرم پشه اشکال دستت بشکنه، فکر کردی پشه است؟ آره جون خودت پشه اینجوری میکشن؟ صدای بمب هسته‌ای داد. خدای دخترو خیلی آروم بود، من بودم جنگ میکردم جر میشد. میخوام یه روشی بهت یاد بدم که 1 ماه میلیاردر بشی. خب نه بابا، خب بنال دیگه. رسما چرا ساکت شد؟ تا حالا با کسی چش تو چش نشده بودم. نوشته هر وقت یادت اومد بگو استاد، ما عجله نداریم. سلام دوستان گرامی، با یک کوبیده خودم پز اومدم. میخواستم یه نکته در مورد غذا خوردن بهتون بگم که حدیث داریم میگه قبل غذا خوردن همیشه وضو داشته باشیم. دوربین لایوه حاج خان ناف شوهر تا شب راه و همون به ما میمونه. گمون کنم شما علاوه بر وضو که گرفته بودین غسلم کرده بودین حاج خانم. یا خدا خب این چه رسمیه الان؟ داماد بنده خدا یه جور مظلومانه به دوربین نگاه میکنه انگار دست ما کار ساخته. امیدوارم که تونسته باشم چند دقیقه دلاتون رو خوشحال کنم و خنده روی لبتون بیارم. تا ویدئوی بعدی، بای بای.